چطوری بچه‌ها؟ به کانال من خوش اومدید. من مستر محمدم و خوش اومدیم به ویدیو. امروز هم اومدیم دوباره با این استگردی بدون معطلی بزنیم بریم سراغ ویدیو. سلام جناب. سلام، خسته نباشید. مقصدتون رو درست زدین؟ میخوام معطلم شده. خواهش. خوبی؟ چطوریه؟ مرسی. چقدر عوض شدی؟ با ماشین کار میکنی؟ ایرادی داره مگه؟ نه آخه یه رویاهای دیگه داشتی. خیلی رویا داشتیم، نشد. بریم؟ باشه قربونت برم بابا جان. چشم عزیزم، برات جایزه هم میگیرم از سوپر. خداحافظ. بچه دار شدی؟ آره. قول داده بودی که اسم منو بذاری رو بچه، یادت میاد؟ آره شد، به قولت عمل کردی. پسر شد. پسر شد، پسری که نمیتونم بزنم غزل. پس فردا میرم تو مدرسه محمد. هنوز همونقدر ولی بیشور رو نفهمید. آره همون جوری هم. آره بدبختون زنت خدا به من رحم. نه اون من نفهم چی شد. اونم ولم. ببینید این دختر و زنها هست که میگن تا تش و آتونیم، نه همش چرته. تا بهش خیانت کردم منو ول کرد. تو چه ربطی داره؟ به یکی دیگه خیانت کردم. خاک تو سرت، بزن بغل. بیا باره بابا، اصلا بغل هستم دانشمند. کردم حداقل دیگه از حوالیت کم شده. بیا باره پایین بابا، بیا باره پایین بابا، بیا باره پایین. بغلم. باره پایین. ببین غزل اصلا دیگه فایده نداره غزل. نه روانی این 5 ستاره‌مو کامل بدون نظرم بیرون. غزل اگه بعد تو عاشق نشم چی؟ آدم صابر مرسی که بیشور بعد من رفتی زن گرفتی بچه دارم شدی دیگه میخواستی چی کار بکنی؟ اونو میتونی برای من اوکی کنی؟ میری؟ سلام خوبی؟ ببین این اگه بگه یه دقیقه اینو اوکی. ببین بهش نگی من چیز بودم. سلام خانم خوبین؟ ببر گوش. من یه لحظه تصور شما داشتم. یه رفیقا مونه یا جای دهن گشاد پدر سگ توه یا جای من میندازمت پایین بی پدر. نگاه نمی کنم صحنه دردناکو. خوب در آورده. چیه؟ تو یه داری میپیزی چپ بدون راهنما بابا. ببین گایدی شما ما رو بخون رو من تاکسیه بابا. ببینیم محمد چقدر خندمون گرفته بود. یعنی جفتمون خندمون گرفته بود. صورتلی زنگ میزنه به آبرسام میگه بریم کافه. آبرسام میگه آده. ای بیایفه خوردم دل دردم. پسرم این صدای پا میشنوم. ماما مسعود داداش باشه. مسعود مامان اومده. مامان تو نمیدونی ماشین کشیدی من گشتگی. خوشحال شدم دستتون قربونتون برم. مرسی ممنون فداتون بشم. این چه کاریه؟ به جون امیر پارسا، به جون امیر پارمن فریا جون فقط به خاطر یه قصد چیه؟ منظورت چیه؟ از من اجازه بگیر جوابشون نده. نه جواب بده اتفاقا. خدا منو ببخشه چرا خندم میاد.
فهمیدی چی شد؟ گوشی رو داده به بچه، خودش رفته اونجا. تنها کسم بود، تنها پناه دل بی کسم بود. دختر خوش آمده تو کلاس زبان چجوری بهش بگم؟ انگلیسی. ندی قشنگ بود، قشنگ کیری گوشتلخ گایدی ما رو بابا. جواب نمیده. من قبل میشینم تا بید من نشستم اینجا. من اینجا میشینم. سوهیل این چه تیکیه؟ چرا تو گردم اون نفس من عشقه آبی صبونه خیلی بخوادیم صبونه این چیه؟ یه نیست صبونه است. سوهیل این چیه؟ تو با صبونه جلت کنم. ای وای سبز، تموم نشو قلب من ضعیفه. آه خدای من کیرم شکست. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? دقت کردیم بعضی خودشون میخورن. گرفته که بیاد پایین. مثلا یه لحظه میدونم عزیزم منم چیر کردی تو بیرون اومدن این بدبخت گایدی مگه به اسارت گرفتی اینو گفت بیاد خونه کسکشون کجا میری الان قبلم ریدی تو رابطه من بازم داری میری تو رابطه الان تصمیم بگیر الان اینجایی تصمیم بگیر کجا میخوای بری خونه یا اینجا تصمیم بگیر بده من کجا میری الان میام گجر کس چیرم منو تو رابطه تو کسکش الان خودم میام خونه شورتون رو بارم تو رو میکنم خودم رو میکنم همه تو چیرم تو این زندگی کسکش ها چیرم واقعا تو این زندگی کیرم بره تو این زندگی خودم الان میرم بیرون کس اگر کسی رو مسخره کنی تا 3 ماه حبس. خواهش میکنم ازت آخرین حرکت سخته. برو عوضی برو کیرم توی داوری برو بسته دیگه بیا سریعتر. ایسا داداش چطوری؟ I'm a motherfucker gentleman. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. تا ویدیوی بعد فعلا.